وقتتون بخیر. ما در شرایط بسیار حساسی، در برهه بسیار حساسی از تاریخ حیات اجتماعی و سیاسی خود قرار داریم و به همین خاطر نیازمند این مهم هستیم که بدانیم ابدی کردن یک ساختار و درونی کردن یک ساختار چه خسارت عظیمی به بار خواهد آورد. به همین خاطر همون گونه که ما در مورد ایرانیت درونی شده می‌خواهیم صحبت کنیم یا تلاش برای این هویت برساخته نامتقارن با تاریخ حقیقی زندگی اجتماعی مردمان سرزمین ما، به همچنین برای این درونی سازی احتیاج به یک ساختار بیرونی به نام دولت ابدی ایرانی هست. ما طی سالان گذشته سعی کردیم که از جایی آغاز بکنیم و از جایی در مقابل این تلاش دشمنانه و خارجی در مورد سرزمین ما و مردمان سرزمین ما پیش بگیریم. آنچه که من امروز سعی دارم که بهش بپردازم و مورد واکاوی قرار بدهم این داستان ابدی سازی است. مقدمتاً عرض بکنم که ما در جهانی زندگی می کنیم که هر کدام از ماها احساس می کنیم که باید فرزند زمانه خود بود، یعنی در زمان و مکان امروزی قرار داشت و به همین خاطر با مفاهیمی آشنا هستیم، چه در طول دوران آموزش و پرورش همگانی که توسط دستگاه آموزش و پرورش حاکمیتی قرار گرفته ایم، چه توسط نشریات و محصولات مکتوب فرهنگی و علمی. بدین گونه که ما به این امر اشراف پیدا کرده ایم که از دنیای غرب بسیار وامانده ایم و عقب مانده ایم و به دنبال پیدا کردن این عقب ماندگی ها گشته ایم و هر کسی به دنبال پاسخی بوده است، اما میتوان گفت که مهمترین پاسخی را که یافته ایم در تطابق با تاریخ غرب سلطه دین مینامیم و مثال میاریم از این دسته مثال ها که مثلا اختراع ماشین چاپ گوتنبرگ چه کمکی به اروپایی ها می کند. اینکه تا زمان ساختن و اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ در اروپا چیزی حدود 4 میلیون نسخه خطی وجود دارد و عموما دسترسی عموم به این نسخ غیر قابل سهول است و این در ید کلیساها و ارباب دین قرار داره. اما با ظهور و اختراع ماشین چاپ تعداد کتب در فاصله 50 سال بعد از اختراع این ماشین در اروپا به چیزی حدود 50 و خورده میلیون جلد کتاب میرسه و بعد گفته می شود که علمای دین و دین اسلام جلوگیری می کنند از حضور این ماشین شیطانی در جهان اسلام و اصولاً چیزی شیطانی و نامبارک می نامندش و به همین خاطر تا همین اواخر هم متون مذهبی را با چاپ سنگی چاپ می کردن و با اکراه بسیار جلو این ورود را می گرفتن. خب مهمترین عاملی رو که ما در جهان غرب یافته ایم این است که دنیای غرب برهه‌هایی از تاریخ اجتماعی سیاسی خود را طی کرده است. دورانی را که اینها دارک ایج می نامند، دوران تاریکی، قرون عصر تاریکی می نامند
یا قرون وسطا و بعد از آن اینها گذاری می کنند به دورانی که نه آغازش مشخصه و نه پایانش مشخصه، به نام عصر رنسانس یا عصر باززایش. اینه که ما چیزی را در فرهنگ خودمان به تقلید از این رنسانس بارها شنیده ایم به نام بازگشت به خویشتن خویش کردن یا باززایش کردن یا دوباره از نو زاده شدن، و این رو کپی میکنیم از اروپایی هایی که رجعت میکنن به فرهنگ یونانی رومی خود، و اینی که بیس زبان لاتینی اینها این کمک رو به اینها میکنه که در یک گستره واحد علیرغم تفاوت‌های زبانی بتوانند این گذار را بکنند. و همچنین دوران اومانیسم، دورانی که با دکارت آغاز می شود و اون هم با محوریت قرار دادن انسان به مرکز قرار دادن انسان و به دنبال او عصر تجدد. این روند تاریخی برای ما تبدیل میشه به یک فرمول. در نتیجه ما در ظاهر این گونه فکر میکنیم که بایستی از چنگال تعصبات، جزم اندیشی به دور باشیم و همچنین ما هم انسان را کانون بنامیم و به همچنین با قوای جسمی خود، ادراکات حسی و عقلی خود سعی در پایه‌ریزی زندگی خود بکنیم و اساس این امر رو هم بر پرسشگری قرار بدهیم و انسان را یک ذات خردگرا بنامیم، نه یک انسان برده، یک عبد متکلف. و اینجا ما دیگه از تکلف و تکلیف خارج می شویم به عنوان بشریت که این امر توسط اروپایی ها صورت گرفته و شمول چیزی به نام حق در ما ایجاد می شود. خب تمام ما اینها رو شنیدیم. بعد ناگهان برای ما این اتفاق میفته که قدمای ما به این نتیجه میرسند که ما دچار شکست شده ایم، ما از جهان غرب به جا مانده ایم و اوج این رو حداقل در سرزمین ما، در این تیکه جدا شده به نام کورپوریشن ایرانی، به آغاز جنگ روسیه با خاندان قاجار مینامند و ما اونجا احیانا بعد از شکست هایی که از روس ها میخوریم پی میبریم که از جهان عقب مانده ایم و اونجا تلاش های ما برای آشنایی با جهان جدید آغاز می شود که اوج این جریان به داستان انقلاب مشروطیت می رسد، به تلاش برای ساختن یک دولت مقتدر مرکزی با محوریت قانون می رسد و ساختار دولت ملتی و از ساختار دولت دینی خارج شدن. این اون گزارشیه که برای ماها می کنند. حالا با مرکزیت قرار دادن انسان، ما با الفاظی مثل انسانیت و انسان و عقل و مادیگرایی و متریالیسم دیالکتیک تاریخی و اینها آشنا هستیم، ولی اینها هیچ وقت در سرزمین ما پرکتیس نمیشند یا تمرین نمیشند یا راه به جای دیگری میبرند. ما میخوایم همین رو بررسی کنیم. اگر کسانی بر اساس این مدعا امروز متخصصین، اساتید دانشگاه، نخبگان، تأثیرگذاران، صاحبان فکر و اندیشه در سرزمین ما هستند، بایستی پاسخگوی امروزین و دیروزین و آینده این مردم باشند. خب من در تاپیک این دیبیت از هویت سازی ایرانی و تلاش برای درونی سازی عبودیت در مردمان سرزمین ما کردم و میخوام همین موضوع رو باز بکنم و
به این امر نظری بیندازم. ببینید، ما هیچ کداممون از خودمون سوال نکردیم چه کسی به ما ایرانی گفته است؟ ما خودمان به خودمان ایرانی گفته ایم یا دیگران به ما ایرانی گفتند؟ وانگهی این ایرانی بودگی چه شکلی است؟ ما چه شناختی از این ایرانی بودگی خود داریم؟ این ایرانی بودگی یک جهان بینی است، یک نژاد است، یک زبان است، یا یک اتحاد سرزمینی است، مکان است؟ خب همین سوالهایی رو که ما از خودمان نکردیم و نمی کنیم و احیانا برای ایران بودگی خود پناه میبریم به متون کتاب مقدس و عهد عتیق و به گزارش های هرودوت و گزنوفون و میخواهیم در آینه دیگران این ایرانی بودگی خود را بشناسیم. و اینکه اصولا ما زرتشتی بوده ایم، مردمان دینی بوده ایم، اولین پیامبر الهی را ما داشته ایم، ما ثانویت را اختراع کرده ایم، ما مردمان دینی هستیم. و پس از آن ما چگونه مسلمان شدیم؟ ما مسلمان شده ایم. چرا مسلمان شده ایم؟ چگونه مسلمان شده ایم؟ خب ظاهرا تمام این سوالها رو ما نکردیم، به خاطر اینکه از قبل پاسخ تمام اینها رو به ما دادند. ما مورد حمله اعراب واقع شدیم. یه پیغمبری در عربستان سعودی آمد، دین قومی برای عرب آورد و بعد از مرگ این پیغمبر خلفای او برای احراز از و حذر از هم پاشیدگی درونی قبایل عرب که احیانا تحت نام جنگ‌های رده ابوبکر صدیق و به فرماندهی خالد بن ولید در سرکوب قبایل عرب پس از مرگ پیغمبر اسلام اتفاق افتاد، اونها متوجه مرزهای سرزمین ما و امپراتوریت ساسانی شدند و این امپراتوریت رو مورد تاخت و تاز قرار دادند و با فتح ایران که فتح الفتوح نامیدند، اسلام تبدیل به دین جهانی شد و از دین قومیتی و عربی خارج شد و یک حالت یونیورسال و جهان شمول به خود گرفت. خب این پاسخهایی است که به ماها دادند و ماها این رو بارها شنیدیم. بعد وقتی که سوال میکنی که این شکوفایی و این عظمت ایرانی چه شکلی است، ما رو عودت میدن به متفکرین دوران اسلامی ایرانی به نام خوارزمی، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام نیشابوری، زکریای رازی، ابن سینا، مولانا، سعدی، حافظ، سنایی، عطار و اینهایی که زعمای قوم و عقلای قوم و بزرگان قومی هستند که احیانا در درون این فرهنگ اسلامی و دینی بالیده اند، نمو پیدا کردند، بزرگ شده اند و تمام متونی که نوشته اند در راستای شکوفایی، درونی سازی و عمیق تر کردن این دین الهی به نام اسلام بوده است. خب اینجا پرسشگری به طور مطلق تعطیل است و ما نمیدانیم این همه عرب ستیزی برای چیست. چرا ایرانی ها دیگری خود را عرب تعریف می کنند؟ عنصر عربیت چیست؟ عرب کیست؟ ما با زندگی بیابانی عرب و تمساح خوری عرب و شیر شترخوری عرب مشکل داریم و اونها را مردمانی نامتمدن مینامیم، یا ما مشکل عظیمی با اون متن
استیلاگر عرب داریم به نام اسلام. اگر ما شکست خورده ایم از نیروهای جرار عربهای بیابانگرد غنیمت جو و به اسارت و بردگی و کنیزی این اعراب در آمده ایم و یواش یواش هم به موالی تبدیل شده ایم، چگونه در 2 عصر سکوت، در 2 قرن سکوت، چگونه خود رو متصل می کنیم برای تلاش برای رهایی از عرب و عنصر عربیت عرب به نام اسلام و این تلاش رو تلاش ایرانی می نامیم و بعد خروجیش تبدیل میشه به شعوبیه، تشیع و تصوف. ما از آل بویه تا طاهریان تا صفاریان تا سیه جامگان ابو مسلمی تا بابک خرمدین را تاریخ خود می نامیم و تاریخی که سعی می کند از استیلای خلفای اموی و عباسی خارج بشود. وانگهی سیه جامگانی به نام ابو مسلم خراسانی داریم که تلاش می کند فرزندان بنی هاشم رو و فرزندان بنی عباس رو که نسب فامیلی و بنی هاشم دارند رو به اریکه قدرت برساند به خاطر دشمنی با امویان. خب ما با یک ناپرسایی درازدامن تاریخی روبرو هستیم. تمام این سوالهایی رو که ما کردیم ما از خود نپرسیدیم هیچ وقت، چون از قبل برای ما به نام تاریخ، مکتوبات اینها موجود بودند و ما به عنوان یک امر بسیار بدیهی و درونی پذیرفته ایم. نیروی خارجی که عنان اختیار ما را در کف گرفته و بر تمام هستی درونی، ذهنی، آرزوها، تفکرات ما حکم میراند و با ما یگانه شده است. خب حالا ما بررسی بکنیم همونطوری که گذرا بررسی کرده ایم این اسلامیت ایرانی و این ایرانیت اسلامی را. آیا ایرانی ها که احیانا ماها باشیم تلاش کرده ایم که از یوغ عرب متجاوزی که پدران ما را کشت و به مادران ما تجاوز کرده، معلوم نیست که ما نوادگان کدام عرب بیابان نشین هستیم، چون هر کسی که توان حمل شمشیر داشت توسط عرب کشته شد و هر زن زیبایی هم تبدیل به مایملک مردان شهوت پرست عرب شد، که ما داستان این رو در گزارش های مختلفی از کنیز فروشی و زن فروشی ایرانی ها در بازارهای کوفه و چه میدونم مکه و مدینه داریم احیانا. خب وقت ما به 2 سوال بزرگ برمیخوریم. ایرانیت چیست؟ ایرانیت چگونه هویتی است؟ دیگران به ما ایرانی گفتند یا خود به خود ایرانی گفتیم؟ با هجوم عرب ها چه چیز ما مورد تهدید واقع شد؟ چه چیز ایرانیت مورد تهدید واقع شد؟ عرب ها مگر نه اینکه استیلای خود را با اسلام آوردند؟ چگونه این ایرانیت که احیانا ملیت بایستی باشد و تلاش دارد که در زیر یوغ خارجی و بیگانه نماند و این بیگانگی در اسلام متبلور می شود و اسلام دین است و این اسلام در تضاد است با ایرانیت ما، چگونه ما برای حفظ ایرانیت خود با این اسلام یک هویت یگانه و واحد می گیریم و این عنصر جدید را عنصر ایرانیت نجات یافته می نامیم؟ چگونه ما ایرانیت خود را مورد تعرض، مورد تهدید نابودی توسط عرب و اسلام می نامیم و بعد برای نجات این ایرانیت به جوهر غیر از ایرانیت پناه میبریم، همانی که تهدید میکند ایرانیت ما را، و بعد
این رو درونی میکنیم و یک هویت میسازیم به نام اسلام ایرانی یا ایرانیت اسلامی. خب اوج این هم میرسه به این که ما یک هویت شیعه میسازیم و بعد یک هویت صوفیانه به این شیعه‌گری میدهیم. اوج شکوفایی، انقلابیگری، طغیانگری بر علیه اسلام می شود تشیع و صورت این جهانی تعقیب حقیقت توسط خاندان بنی هاشم و نمود ادراکی شهودی برای بازنمایی حقیقت هم تبدیل به تصوف اسلامی می شود و اینها دو عنصر ایرانی می شود. این ایرانیت اسلامیت است، این اسلامیت ایرانیت است یا چیز دیگری است. خب اینجا ما با یک تناقض بسیار بزرگ روبرو خواهیم شد. پس این ایرانیت اسلامیت است. خب چگونه است که ما عرب ستیزی میکنیم؟ به خاطر این که میخواهیم ما یملک عرب را، این عنصر بیگانه را که با ما نامتناجز و نامأنوس است، از آن خود کنیم. میخواهیم او را از این مالکیت خلع بکنیم، چون ما متنی نداشتیم و الان اسلام به ما هویت میدهد و به خاطر اینکه صاحب اصلی این متن رو بدی بکنیم از میراث خود و ما صاحب میراث او بشویم، با او به ضدیت برمیخیزیم. آیا این گونه است؟ خب اگر ما تا اینجا این رو دریافت کردیم، به یک تاریخی برمیخوریم که با حقیقت زندگی اجتماعی ما در تضاد کامل است. در تضاد کامل است. و اون به این معناست که این هویت فرهنگی، هویت تاریخی نیست و ایرانیت ملیت و هویت تاریخی نیست، بی تاریخ است. زیرا که در این گذار تاریخی این هویت توان واکاوی خود، درگیری درونی با خود را ندارد و سعی می کند در بهترین حالت روند گذشته خود را تعقیب بکند یا حافظ فرهنگ گذشته خود باشد. یعنی در باز تولید کردن استبداد، در باز تولید کردن عبودیت، رعیت بودگی و بندگی، در باز تولید کردن نازایی و اقیمی و در باز تولید کردن گذشته دور ناپیدا. ببینیم ما دو تا زمان داریم، یک زمان طبیعی، یک زمان فرهنگی. زمان طبیعی زمان بی تاریخ است. زمان فرهنگی زمان تمدنی است و زمان فرهنگی رو در آینده دارد و زمان فرهنگی تقابل انسان است با طبیعت. اما سرزمین ما ظاهراً گیر کرده است در فرهنگ بی تاریخ خود و امروز تمام توان مردمان این سرزمین در شرح و بسط ایده گذشتگان منقادساز این مردم است. از بازخوانی کردن و تفسیر و شرح و بسط بر اشعار لسان الغیب حافظ
وقتی کسی لسان الغیب می شود غیر قابل پرسش می شود. یا سلوک معنوی و روحانی عارف بزرگ مولوی رومی و شرح و بسط و تفسیر این نااندیشیدگی، این تبدیل میشه به تاریخ مردم ایران و مردمان ایران. تاریخ بی تاریخ، فرهنگ بی تاریخ، که تو هیچ توان به روز کردن و امروزی کردن سنت‌های خود را نداری. تو هیچ توان به چالش کشیدن دیروز خود را نداری و توان ساختن تعارض و تضارب را در درون فرهنگ خود نداری و توان پرداختن به هیکل‌های بزرگ فرهنگی خود رو نداری. خب یک ایستایی، یک در باطلاق فرو رفتگی، یک خنثایی و یک دار زدن تمام ظرفیت‌های انسانی در این سرزمین اتفاق افتاده و میفته. این تاریخ، این گزارشاتی که من دادم از درونش همین میتراود که امروز شما میبینید. از درونش همین میتراود که امروز شما دارید مشاهده میکنید. اینی که اوج تفکر در این سرزمین به این ختم میشود. کسی به نام متفکر، روشنفکر، فیلسوف کارش این است که آراء قدما رو برای ما شرح بده، تفسیر بکنه. آراء قدمایی که صرفاً تماماً اسلامی است، تماماً تسلیم بودگی است، تماماً نیندیشیدگی است و او اینها را تحت نام تأمل و تفکر به ما میفروشد. به همین خاطر شما سیطره و سلطه اینها رو توسط دستگاه‌های مختلف حاکمیتی بر این سرزمین می‌بینید. مثلا دکتر سروشی که تمام کارش شرح و بسط قرآن فارسی است. ببینید از این جعلیات کسی هست به نام ابن خلدون. این ابن خلدون آدمیان رو سه دسته میکنه. آدمیانی که توان ورود به حوزه روحانیت را ندارند و هر آنچه را که میشناسند ادراکات حسی و ادراکات جسمانی است و به واسطه حس و غرایز خود سعی در دریافت جهان دارند و درک جهان دارند و نمونه های بارز اینها میشه دانشمندان و فیلسوفان و نمونه های بارزش این میشه. اما نوع دوم اینها فراتر از اینها هستند، فراتر از این دسته از آدمیان هستند. اینها بی واسطه توان درک و فهم رو دارند، بی واسطه، یعنی احتیاج به جسم ندارند برای درک و فهم. لذا درک و فهم اینها نه آغازی دارد نه پایانی. و اما طبقه سوم که از اینها بسیار بزرگتره و اون هم طبقه انبیاست که فطرت خداوند فطرت اینها را اینگونه آفریده است که اینها از انسانیت خود در مقاطعی میتوانند توان خارج شدن دارند و میتوانند به عوالم فرشتگان بروند، یعنی از خاکی بودن، زمینی بودن و جسمی بودن برکنده شوند. و این مختص پیامبران است و این کار خداوند بوده است، این اکتسابی نیست. یعنی همانگونه که مثلا سروش سعی میکنه توضیح بده که چگونه تصوف می آید و اینکه یه عده میگن که از راه
علوم و کسب علوم نمی شود به مقام پیامبری رسید، بلکه بایستی به تذهیب نفس پرداخت و همون کارهایی رو کرد که پیغمبران کردند و عزلت نشینی کرد و در ریاضت قرار گرفت و به غارها رفت و از مردم دوری جست و از موقعیت خود خارج شد تا به مقام پیامبری رسیدن. آقای ابن خلدون میگه که به مقام پیامبری رسیدن امکان پذیر نیست مگر اینکه خداوند این فطرت را در تو قرار داده باشد. و عرفا البته یک مقام بلندترند از دانشمندان و فلاسفه، به خاطر اینکه اینها بیواسطه توان درک دارند، شهودی ادراکی هستند. این سیطره و این سیطره‌ای که بر سرزمین ما می شود از این دست است. خب تمام شرح و بستی که اینها میخواهند از گذشته بدهند حول همین محوره. مثلا یک شعری را از یک عارفی می آورند، بر اساس این گزارشاتی که و تفاسیری که دیگران کرده اند سعی می کنند که این عوالم رو برای ما کشف بکنند در پی این کلام موضوع. این درش هیچ شکوفایی نیست، درش هیچ پرسشگری نیست، این درش هیچ پویایی فرهنگی نیست، این درش هیچ فرهنگی نیست. و تو تمام تلاشت در تکرار و باز تکرار این برای درونی کردن است که هر چیزی را به ناخودآگاه این انسانها بفرستی تا آنچه را که در آگاهی دریافت می‌کنی ثمره تأثیر این ناخودآگاه باشد بر آگاهی. خب با این حرفایی که ما زدیم به این نتیجه می‌رسیم که در این سرزمین هیچ کسی هیچ پرسشی نکرده. چگونه ما مسلمان شدیم؟ یک مشت عرب به سرزمین ما حمله کردند که چه چیزی را ببرند؟ که به کدام مرکز تجمعی حمله بکنند؟ شما آمریکا مثلا به عراق حمله میکند، حتما باید ناصریه رو بگیره، فلوجه رو بگیره، رمادیه رو بگیره، بغداد رو بگیره، تکریت رو بگیره، کرکوک رو بگیرد، چیزهایی که بهش میگن تراکم جمعیتی شهر. وقتی بغداد رو میگیره میگه که من پایتخت عراق سقوط کرد. ما در مورد 1400 سال پیش صحبت میکنیم. تا همین 50 سال پیش شما یک توده عظیم جمعیتی پراکنده در این سرزمین داشتی که با شیوه زیست قدیمی خود زندگی میکردن. تو احیانا به کجا حمله کردی؟ کجا را گرفتی؟ مثلا تو آمده یک شهر 2000 نفری را هم گرفته باشی. چگونه بر تمام این سرزمین استیلا کردی؟ چگونه طوایف مختلف کردی که در این سرزمین پراکنده بودند و زندگی نیمه کوچی و کوچی داشتند رو تو توانستی بر اینها استیلا بکنی؟ به کدام مرکز تجمعی اینها حمله کردی؟ چگونه این مردمان رو مسلمان کردی؟ مردمان مغلوبی که مرداشو کشتی. تو چگونه توان داشتی با هر طایفه‌ای روبرو بشی؟ کوه به کوه و تپه به تپه این سرزمین رو در هم بنوردی که چه بشود؟ که چه چیز آید تو بشود؟ این انباشت ثروت در کجا بوده که تو رو ترغیب کرده بیای اینها رو ببری؟ این انباشت ثروت هم بردی، این طلا رو هم داشتی. در کدام بازار برای کدام کالا خرج می کردی؟ کی برای تو کالا سازی می کرد؟ وقتی تو این پرسش ها رو مطرح نمی کنی، تمام این لاطائلاتی رو که گفتند قبول می کنی، تو رو به این نتیجه می رسونه که تو یک مردم بی تفکر، فاقد تفکر، مفلوک و دینی بودی و دین خوب بودی
و عبودیت و تسلیم بودگی و بردگی در وجود تو نهادین است. به همین خاطر تو خیلی تجاوز پذیری. هر کسی به تو حمله میکنه میتونه به تو تجاوز بکنه. لذا تو گذرگاه متجاوزینی. هر کسی میخواد زور و آزمایی بکنه به زر و زور و زن برسه به تو پناه میاره، چون تو هم زنای خوب تولید میکنی، هم زر و زرم داری و راحت هم تسلیم میشی. مغول میاد میتونه به تجاوز کنه، ترک میتونه بیاد به تجاوز کنه، عرب میتونه بیاد به تجاوز کنه. تو سلطه پذیری، تو استثمار پذیری، تو غیر قابل مقاومتی نیستی. ولی هیچ کسی از این سوال آغاز نمیکنه که ما چگونه مسلمان شدیم. چرا مسلمان شدیم؟ چرا کسی که به ما تجاوز کرده، پدر ما رو کشته، ما اون وقت عاشقش میشیم؟ چطوری ازش کینه به دل نمیگیریم؟ چطوری تسلیم متنش میشیم؟ چگونه متنی که ما زبانش رو نمیدانیم یاد میگیریم؟ چگونه مسلمان میشویم بی اینکه دستگاه الهیاتی موجود باشد؟ بی اینکه شما توان اثبات این را داشته باشید که تمام این متن اسلام در قرآن و مصحف قرآن است. چند جلد مصحف قرآن در این سرزمین موجود است تا تو بتوانی سلطه و استیلای خود را داشته باشی. این تاریخ گذشته است یا پروژه آینده است؟ مردمان ما در 100 سال اخیر و 300 سال گذشته مسلمان شده اند و نمود و بارقه این قدرت در جمهوری اسلامی است که امروز تو را به ضرب تکنولوژی که در اختیار دارد، راه، ابزار سرکوب، تکنولوژی، بلندگو، پول، ارز، فروش منابع و استخدام اجیر مزدوران، دستگاه امنیتی، پاسگاه، پلیس، کوچاندن مردم از هستی ساقط کردنشان در شهرها، تو تازه توانستی سلطه قانونی، سلطه شریعتی، دولتی خودت رو بر این مردم امکان پذیر بکنی در یک سری حوزه ها، نه در تمام حوزه ها. یک عرب 1400 سال پیش چگونه این کار رو کرده؟ هر 50 کیلومتر مربعی رو که فتح کرده درش پاسگاه ساخته، سیستم اداره سرکوب سیستماتیک داشته، مروج دینی و ملا و دستگاه پلیس داشته، قرآن داشته. شما نمیتونید همین رو پاسخ بدید، اما چه اصراری میکنید این رو هویت مردمان ما قلمداد بکنید؟ خب اصرارش رو بایستی ما بررسی بکنیم. ریز و درشت کسانی که در این سرزمین تریبون در اختیار دارند و خود رو از خواص میدانند، شما بدانید هیچ کدام از عرفا جز مردمان عامی نبودند. پیغمبران جز مردمان عامی هستند اما عرفا نیستند. عرفا خواصند و خواص بودند و البته مرتبت اونها از پیغمبرها پستره و اونها هم پیروان پیغمبرها هستند. این آقایان خواص برای کی می نوشتن که تبدیل شدن به بزرگان فرهنگی ما؟ احیانا مثلا اگر ناصر خسرو قبادیانی پاسخ زکریای رازی را نمیداد، به تریج قبای کی برمیخورد؟ احیانا زکریای رازی مثلا یک جنبش بزرگی را به راه انداخته بود که اینها تحت فشار بودند که پاسخ بدن. برای چی این کار باید بکنن؟ عوامی که سواد خواندن و نوشتن ندارد، عوامی که در عوالم عرفانی اینها نیست، اینها این مکتوبات را برای کی می نویسند؟ برای کی؟ چگونه اینها فرهنگی می سازند که توان نشر این فرهنگ رو ندارند؟ چگونه؟ امروز جمهوری اسلامی که می خواهد همه را یک دست بکند، دستگاه آموزش و پرورش همگانی می سازد با بودجه دولتی، با شهرسازی و تجمیع مردم در شهرها.
با کنترل کردنشون. چگونه این کار میسر بوده در قدیم؟ بایزید بسطامی هر احمقی بوده. چگونه اندیشه های این به مردم رسیده؟ کی براش مهم بوده که حافظ شعر هم میگه یا نمیگه؟ برای کی مهم بوده؟ اگر امروز امکانات شبکه‌های اجتماعی موجود نبود و من نمیتونستم با اینترنت 5G از سوشیال میدیای فیسبوک این لایو برودکاست رو داشته باشم، چگونه با مردمان خودم ارتباط برقرار میکردم؟ چرا من 10 سال پیش نبودم؟ چرا 20 سال پیش نبودم؟ چگونه میتوانستم این کار رو بکنم در قرن 20 و آغاز قرن 21؟ چه چیزی این ابزار رو به من داده که امروز میتوانم با مردم خودم صحبت بکنم؟ ابزار سوشیال میدیا. من این گونه میتوانم حرفای خودم رو به گوش مردم برسانم. برای کی مهم بوده که حافظ چه میگه؟ برای کی مهم بوده که سعدی چه چیز میگه؟ بعد اینها چگونه تأثیر بر این مردم گذاشتن؟ آخه فرهنگی که نتواند خود را به چالش بکشد، پرسشگری بکند، کدام فرهنگ زنده و پویاست؟ مگر شما نمی ستایید اروپاییان را از انقلاب کوپرنیکی تا انقلاب کانتی، از انسان عبد به انسان سوژه؟ مگر شما نمی ستایید این را؟ چگونه است اینجا در مورد خودتون در باطلاق نادانی فرو میرید، در نااندیشیدگی مطلق فرود میرید، با آنچه نامش پرسش در میافتید؟ آنچه را که شما پرسش مینامید فقط جستجوی در تأیید پذیرفته های گذشته تان است. پرسش نیست. پرسش از نوع تفکر نیست. میپرسید تا تأیید بکند بدیهیاتی را که قبول دارید. توان مقابله با لاطائلات و ترهاتی را که به خوردتان دادن ندارید. نمیتونید خارج از این تاریخی که براتون گفتن فکر بکنید. انسانهای شرطی شدید. به همین خاطر در سرزمینش ما عقلی وجود نداره، اندیشه‌ای وجود نداره، علی رغم تظاهر ریاکارانه‌ای که به امروزی بودن میکنیم، علی رغم تظاهر ریاکارانه‌ای که در عقلی بودن و اکادمیک بودن خود و علمی بودن خود میکنیم، اما توان خلق یک پرسش را نداری. امیدوارم که صدا بهتر بشه. البته پیشترش فیسبوک به من پیغامی داد که اگر سکیوریتی پیجم رو و صفحم رو بالا نبرم بلاک میکنند، به خاطر اینکه صفحه پرترافیکی است و بلاک میکنند و من این تغییرات رو انجام دادم و نمیدونم چه اتفاقی بر روی صدا و تأثیری بر روی صدا گذاشته. خب حالا من میخوام این درونی سازی و ابدی سازی را برای شما با مصادیقی طرح بکنم. کجا شما با طرح این سوالی که از این هویت ایرانی اسلامی میکنید، شیعی تصوفی میکنید، تضاد با عرب میکنید، از این تاریخ میکنید، شما را به کجا میرساند؟ شما را به اینجا میرساند که تمام این تاریخ دروغ است. ببینید، شما زمانی با یک دین در تعارض قرار میگیرید که من مثال زدم.
میگن چرا مسلمون ها عقب ماندن؟ به خاطری که مثلا جلو گرفتن دستگاه دین از ورود دستگاه چاپ به این سرزمین. اینجا گفتن یک دین قدرتمند وجود داره که این دین قدرتمند هر پرسشگری را، هر تفکر را که از دایره متون او خارج میشه در هم میکوبه. شما ثابت میکنیم این دروغه. ببینید، اینی که مردم هر خدایی را میپرستند، یعنی که مردم هر باوری دارند، تا زمانی که این باور توان تحمیل اراده را نداشته باشد و انسانها را تکبعدی نکند، این باور به خودی خود پیش نمیگیرد بر زایشگری این انسان. این یعنی چه؟ این یعنی اینکه یک آدمی که مسیحی، یهودی، بوداییه، اگر بودایی بودن، اسلامی بودن، مسیحی بودن و یهودی بودن این قدرت را نداشته باشد که او را خفه بکند، او میتواند شکوفا بشود، علی رغم اینکه باورهای دینی هم میتواند داشته باشد. ما گفتیم که از عربها چنان ضربه‌ای خوردیم که وقتی خواستیم ایرانیت را بسازیم اسلامی شد. توان نداشتیم از اسلام خارج بشیم. ما فکر کردیم این حرب دستمونه، طبق آیه 13 سوره حجرات، که میتونیم با برابری خواهی و تقوا عربها رو از برتری بیندازیم و اسلام رو از آن خود بکنیم. به نام شعوبیه از خود عرب بر علیه عرب برخیزیم. این تاریخ میگه که اوجش هم میرسه به صوفی بازی و شیعه بازی و بعد هم صفویه، امپراتوریت صفویه. شما از سلطه بر مردمان این سرزمین صحبت میکنید. شما از 4 تا عارف حرف نمیزنید. بر آحاد مردمان این سرزمین صحبت میکنید. حالا شما باید بیایی ثابت بکنی که دین اسلام توان سرکوب مردم را داشته. شاید اون دسته از مردمانی که امروز در درون شهرها به دنیا آمدن پیوند تباری ایلی ندارند و جور دیگری از زندگی انسانها را ندیدند، فکر میکنن که مردمان سرزمین ما یک مشت عبد برده مطیع رام این ادیان بودن، در صورتی که این گونه نیست. در صورتی که پدیده متأخر دینی در جامعه ما این قدرت را نداشته که مردم رو سرکوب بکنه، به هیچ صورتی. شما این رو در خیلی جاها میتونید مشاهده بکنید. ببینید، من از این فرهنگ واقعی و حقیقی امت کردی میگم، از زبان خودم، از زبان جافی یا زبان گورانی. شما به فولکلور مردم برگردید، برید کازرون، برید تربت جام، برید مشهد، به فرهنگ فولکلور مردم برگردید. در ترانه‌های فولکلور، کل ترانه‌های فولکلور مطلق درش زنه، خدا نیست، به آسمان نمیره. که من در زبان جافی میتونم 10 مثال بیارم. داخم چنی که سرمنی سرین پیکی گیرونی و ویردی ورین خال لیو یکی خال مل دوان خالانم شمارت 7 و 8 و 9 هیچ خالم ندیوینی خال تو خال لیو یکی خال مل دوان خال بچکولی نیوانم ممان خال سرسینت سر لیم شیوان لو کلو دنگ ساستی حلالو زمزم دنگکی قمرناستی ماچ کم او دم لسر دم و دز لسر مم لابم آگری کردوا شو لسر سینومم که کی روژ بکردوا پای نپیچی شو لپاتوا
چه fayda dar o roj belatova demê nediyo şewne nawidim faydeş çêşin işaret beçem. مطلق کاملا زنه. اما همین در مکتوباتی که به جایی میماند ناگهان به آسمان میره، مطلق آسمانی میشه. این در نمود زندگی اجتماعی مردم هیچ چیزی نیست، اما آنچه که بهش میگن خواص میرن آسمان. دوری در ساقی ولای محزون دا لیلا سا بویر ولای مجنون دا جامج صحبای دیای بالا کت آلوده غبار توز پالا کت بوناز و اشوویت پیم دروه جستی پشمردم احیا کروه. کاملا عرفانیه، به آسمان رفت. لذا شما یک متن عوامانه پیدا نمی کنید که درش کسی در آسمان تعقیب معشوق بکند، مطلقی را در آسمان بجوید. نیست. این سلطه دینی نیست. شما هیچ دستگاه الهیاتی قدرتمندی ندارید که بتواند بر این مردم سلطه بکند. لذا در سرزمین ما یک نفر رو در این تاریخ تحت نام سب نبی و سب خداوند مجازات نکردند. هیچ کسی در این سرزمین کلماتی به نام الحاد و ارتداد را نشنیده بود تا دوران متأخر. در نتیجه آنچه را که به نام کفرگویی در زمان عوام مطرح می کردن شما به فراوان می بینید. شما برو بین بختیاری ها ببین، اینها کوچکترین که فشاری که بهشون میاد خدا و امامزاده و پیغمبر و امام رو در لجنزار میکنند و در میارن. براشون هم هیچ مشکلی نیست. اینجاست که این دین نمیتواند جلو زایشگری فرهنگی را گرفته باشد. نمیتواند، توان نداره. لذا این دین خود را با مردم هماهنگ میکند، مردم خود را با این دین هماهنگ نمیکند و این دروغه. دروغ مطلق اینه که مردمان سرزمین ما دینی بودن، امکان نداره. اما مردمان سرزمین ما در دوران متأخر مفلوک شدند. این درسته، این درسته. مردمان سرزمین ما معتاد شدند. این درسته. معتاد شدند به تریاک، معتاد شدند به تنباکو، به شکر، به قهوه، به چای، به سیب زمینی و در کنار این معتاد شدند به دین، به عرفان، به اشعار موزون الهیاتی. معتاد و مفلوک شدن در دوران متأخر با کالاهای جدید و با امکانات جدید. لذا هر کسی که میخواد مردمان سرزمین ما را عبد و برده و تسلیم شده و نابود شده توسط دین هخامنشیان، زرتشتیان بنامد، دروغ مطلق میگه و هیچ شاهدی براش نداره. هیچ شاهدی. چون دین این قدرت را نداشته، امروز هم نداره. ببینید، ما در حوزه قدرت سیاسی چیزی را داریم به نام توانایی سلطه یا اقتدار قدرت سیاسی. در سرزمین ما کورپوریشن ها می توانند سرکوب سیاسی بکنند، اما نمیتونن تمام تصمیمات خود رو به مردم ما تحمیل بکنن. نمیتونن. امروز هم مردم قوانین اینها رو رعایت نمیکنن. مردم مالیات نمیده. مردم زیر بار تصمیمات کلیشون نمیره. حتی قوانین راهنمای رانندگیشون رو رعایت نمیکنه. امروز حاکمیت تصمیم بگیرد مردم به خانه ها بروند، امکان نداره موفق بشه این کار رو بکنه. لذا شما دیدید حاکمیت برای اینکه بتواند خود را درونی و ابدی بکند از اهرم‌های دیگه استفاده میکنه. اونجایی که سرکوب سیاسی میکنه از نیروهای امنیتی و نظامی استفاده میکنه. اما اینجایی که میخواد تصمیمات دیگهش رو در حوزه‌های دیگری که آزادی مردم رو ازشون بگیره انجام بده، اینجا دیگه نیروش پاسدار و پلیس و امنیتی نیست، جامعه مدنیه، پزشکان، پرستاران، نخبگانه. در دوران تحمیل کرونا چه کار میکرد؟
میگفت مردم حق ندارن بیان بیرون، مردم هم نمیخواستن تو خونه بمونن، باورم نمیکردن حرفای حاکمیتی رو. چه کار کردن؟ با یونسکو، با تصاویر ترسناک و با شبکه‌های اجتماعی و با 4 پرستار دروغگو، با کسایی که گریه میکردن و با جنازه‌های هولناک و با پزشکان پدر سوخته و با قرائتوار کارمندان بیمارستان سعی میکردن مردم رو در خانه نگه دارند، چون توان تحمیل این تصمیم حاکمیتی رو نداره. دولت ایرانی امروز هم نمیتونه به زور از مردم مالیات بگیره، نمیدن. پس حاکمیت دولت ایرانی فقط در این که توانسته است یک سیادت سیاسی بکند و کنترل بکند منابع مالی این سرزمین رو، هیچ اراده دیگه‌ای نداره. هر تصمیمی هم بگیره مجبور میشه غلط بکنه و پس بنشینه، چون نمیتونه تحمیل اراده بکنه، علیرغم دستگاه‌های سرکوبی که داره. پس شواهد بسیاری موجود است که تمام این تاریخ رو دروغ جلوه میده و دروغ محضه. لذا در دوران متأخر با امکانات جدید برای ما این هویت دینی را میسازند. هویت دینی یعنی هویت تسلیم بودگی، عبودیت، تسلیم یک نیروی خارجی شدن، یک خداوند از بیرون بو آمدن، مثل دولت. عین دولت، یک نیروی خارجی که قانون آورده، به زور آمده است به ما تحمیل بشه. مردمان ما هنوز زیر بار این دولت نمیرن، هنوز زیر بار قانونش نمیرن، هنوزم میخوان از جا برش بکنن، نمیدونن چرا، چطوری، به چه صورتی. چرا؟ چون در محاصره قرار گرفتن. عده‌ای سعی دارند این امر واقعی که مردم درش افتادن رو تبدیل به حقیقت مردم بکنند و یک حقیقت تاریخی، اما موفق نمیشه. اینجاست که ما از دل فرهنگ خود به در آمدیم. ما گفتیم که در سرزمین کردوار دولت امت کردی وجود داشت که حکومت دانایان بود و گفتیم دانای دوران چگونه ظهور میکرد. ظهور دانایی دوران باعث بروز کردن سنت ها میشد. یعنی برای اینکه شما یک هویت فرهنگی پیدا بکنید بایستی گذشته خود را مورد پرسش واقع می کردید تا گذشته خود را به حال خود بیارید و از آن خود بکنید و با مقتضیات روز امروز خود پیش بروید. این اتفاق در سرزمین ما این گونه بود. تمام شواهدش هم موجوده در زندگی اجتماعی مردم. اما ایرانیت تداوم یک استبداد تاریخی است، یک ایستایی مطلق فرهنگی در ناپرسیدگی است، امتداد یک دین سلطه‌گر است. هیچ چیز دیگری جز این نیست و این یک هویت بی تاریخ است، یک فرهنگ بی تاریخ است و ناتاریخی است. هویت فرهنگی در سرکشی در مقابل طبیعت است. رو به آینده است. خب حالا شما به پاسخ این پرسشتون خواهید رسید. کیند اینهایی که در سرزمین ما برجسته می شوند به نام متفکر، روشنفکر، تریبون به دستی که بهترین کارشون شرح و بست اندیشه های حافظ، سعدی، مولاناست و این مسئله نوظهور دینی را در سرزمین ما میخواهند درونی بکند. ما توسط دستگاه اوقاف با یاری مسجد سازی
با بودجه عمومی سعی در مسلمان سازی مردم میکنیم. مردمی که امروز هم هیچ بنیادگرایی اسلامی را قبول نمی کند. تو نمیتونی به زور بهش تحمیل بکنی شریعت اسلامی را. به هیچ صورتی قبول نمی کند. به همین خاطر این بنیادگرایی هایی که مورد ساپورت حکامان و نظام سلطه‌ای جهانیان بسیار مطرود و متنفرن در بین مردم. مردم ازشون خوششون نمیاد. اینا مطرود میشه. جایی از این تحمیل کردن های دینی نمیتونن داشته باشن در بین مردم. شما بارقه این رو در زندگی اجتماعی مردم میتونید ریز پیدا بکنید. پس دینی که توان سلطه مطلق ندارد دین آزاردهنده نیست. نمیتونه. امروز حکومت اقلیم کردستان است با دلارهای نفتی که ملاسازی میکند در دستگاه ملاسازی خودش. امروز کورپوریشن یهود ایرانی است با حوزه علمی سازی آخوندسازی میکند، مسجد سازی میکند. از سروشش تا با عبدالعلی بازرگانش سعی در تسلیم بودگی مردم ما در مقابل فرهنگ جعلی یهود ساخته جهانی برای بیعقل کردن مردمان سرزمین ما می کند. امروز پزشکان برساخته، پرستاران، فعالان برساخته حوزه جامعه مدنی سعی می کنند اراده حاکمیت را در حوزه های دیگری بر مردم تحمیل بکنند تا تصمیمات حاکمیت تحت نام سلامت عمومی، تحت نام پیشرفت، تحت نام امروزی بودن برای مردم حوزه تسلیم بودگی و تسلیم پذیری را بسازد. و ما به طور مطلق در مقابل اینها ایستادیم. لذا طبیعتا مخالفایی که در مقابل ما قرار میگیرند بسیار سخت خواهد بود. مردم که ما هستیم دارن نظاره میکنند. ما در افتادیم با طبقه نخبه حقوق بگیر نوکران دولت و اربابان یهودی مسیحیشان. برای فهم این من میخوام شما رو متوجه داستانی بکنم. شما سینمای ژاپن رو که نگاه میکنید مهمترین فیلمهاش حول محور سامورایی میگرده. از فیلم هاراگیری تا فیلم 7 سامورایی کوروساوا تا فیلم آخرین سامورایی که تام کروز توش بازی میکنه. اینجا پرسش اصلی اینه: سامورایی طبقه‌ای که در ژاپن کارش مزدوری و شمشیرکشی است و با جنگ معنا پیدا میکند، به دوران صلح میخورد، یک عنصر ناکارآمد است. شما در هاراگیری این رو میبینی. سامورایی نمیتونه دوران صلح رو تحمل بکنه، به فقر و فساد کشیده میشه. یا شما در 7 سامورایی با این بحران بزرگ رئیس سامورایی ها روبرو هستی که سامورایی از این به بعد به چه درد میخورد. اینهایی که به نام نخبه ایرانی به جامعه ما تحمیل شدن، نخبه های قومی، نخبه های ملت ایرانی، اگر دولت ایرانی نماند این پدر سوخته ها به چه درد میخورن؟ سروش به درد کی میخوره؟ نخبه های قومی، حزب دموکرات کومله، نخبه های قومی کاسپیانی، لوری، لکی به درد کی میخورن؟ از کجا ارتزاق میکنن؟ هیچ. یه طبقه بی مصرف مفلوک کثیف که مثل زالو از خون این مردم و در راستای نابودی این مردم تغذیه میکردن. به چه درد میخورن؟ اینها در مقابل ما ایستادند. توان پاسخگویی به هیچ کدام از این پرسش ها را ندارند. اونها مردم ما را از تضارب آرا، از برخورد درونی با خود و آنچه که فرهنگ ما مینامند به دور نگه می‌دارند. ما را به حوزه امر قدسی میبرند. همه چیز را معنوی میکنند. تحت نام ملی کردن یک عابد عارف میسازند. از رضاخان پهلوی، از فردوسی، از سعدی، از لسان الغیب. مگه میشه با کسی در افتاد که لسان غیبه؟ از عالم غیب خبر داره به نام حافظ. به همین خاطر شما دارید میبینید در این سرزمین رمالی، اوهام و توهم جای تفکر رو میگیره و این سیستماتیکه. در بی هویت سازی، بی ریشه سازی مردمان این سرزمین. لذا آنچه که آخذ کردوار سر به خود تا به این دقیقه انجام داده
بسیار درست عمل کرده و دولت یهود جهانی را در تطبیق کردن سیاست‌های خود عقیم گذاشته. ما فقط در حوزه سیاسی، اون هم سرکوب سیاسی، قافله رو بر حاکمیت باختیم. در تمام حوزه ها مردمان ما هنوز هویت تاریخیشان حفظشون کرده و حاکمیت توان دیکته کردن اراده خود و تصمیم خود را ندارد و داشت این اواخر با شامورتی بازی های تخصص سازی و متخصص سازی، حجیت سازی دکتری و دانشگاهی مردم رو در این حوزه ها هم تسلیم پذیر میکرد. تحت نام پیشرفت و دموکراسی و صلح طلبی به نام جامعه مدنی داشت مردم رو تحت نام هویت‌های برساخته آدرسی برای مردم تسلیم پذیر میکرد که ما با زدن این هیکل‌های بویندی کثیف و بیدلیل کردن دست اینها، حالا امثال سروش و فعالین جامعه مدنی و احزاب برساخته پدرسوخته اپوزیسیونی باید بیان پاسخگو باشن. توان پاسخگویی به این سوالها رو ندارد. اونجایی که ما آمدیم ثابت کردیم 57 یک پارادایم شیفت است و انقلاب نیست، ولی ریز و درشت این پدر سوخته ها دارن برای حاکمیت خارجی یهودی کورپوریشن ایرانی تاریخ سازی میکنن و همین حالا به شدت دارن به کمک آنچه که بهش میگن نخبه های برساخته این رو انقلاب جلوه میدهند و نمیتوانند. چون ما از دل حقیقت زندگی مردم آمدیم، چون ما خود مردمیم، چون آن چیزی که شما در مورد ما گزارش میدی درست نیست. اسلام تو، یهودیت تو، مسیحیت تو هیچ وقت نتوانسته بر ما استیلای کامل داشته باشه. ما خوی خود را داشتیم، زندگی خود را داشتیم، قوانین خود را داشتیم و شریعت تو هیچ جا نتونسته بر ما نفوذ بکنه. هیچ جا. قانون تو هم هیچ وقت نتونسته این کار رو بکنه. به همین خاطر تو مشکل داری با مردمان ما. مشکل داری که چگونه اینها رو نابود بکنی. لذا ایرانیت درونی کردن عبودیت بود، آوردی تحت نام روایت و بازگو کردن این روایت ها و شرح و بسط این روایت ها داری درونی میکنی. فاز سوم دولتت هم میخوای ابدی بکنی، مثل هویت تسلیم بودگی عبودیت ایرانیت تحت نام دولت ایرانی در پروژه ایران بزرگ فرهنگیت، با ساختن هویت‌های جعلی، هویت‌های قومی، با قوم کردن مردمان این سرزمین، کوچک کردنشان و در دوگماتیزم فرو بردنشان. شما یه هویت جعلی میسازی به نام شیوخ قادریه، یه مش پدر سوخته رو ازشون منتفع میکنی تا اینا بتونن مثلا 3-4 هزار نفر رو مشغول کنن و در از 50 نفر رو منتفع کردی. انتفاع این 50 نفر 4000 نفر رو به بردگی میکشه. با این تنوع سازی های ساختگی، زبان اورامی، زبان هویت زبانی، زبان لکشی، زبان لوری، زبان کاسپیانی، زبان مازنی، زبان تاتی، زبان ویژه‌ای، تو داری این هویت های رو برساخته میکنی تا در نظم حاکمیتی خود از اینها مشتی عبد و برده بسازی و اسم این هویت‌هایی رو که ساختی تعقیب آزادی بذاری برای این مردم و توان پرسشگری رو از این مردم بگیری. آنچه که این مردم به دنبالش هستن مالکیتی است که تو ازش گرفتی، سرزمینی است که تو ازش ربودی، هویت تاریخی است که تو ازش جعل کردی و مطلقاً تمام اختیارات و قدرت رو از این انسان گرفتی، تبدیلش به موجود ضایع، بی مصرف، بی امید کردی و این انسان میخواهد همه چیز را باز پس بگیرد از تو و تو رو قی میکنه، تف میکنه. تو با خواست نمیتونی این مردم رو به بند بکشی، چون با ظهور ما تمام خواص تو رو له کردیم و له میکنیم. ما نذاشتیم تو تحمیل ارادت رو بکنی در حوزه های دیگه، لذا تمام فاحشگان تنفروش جامعه مدنیت رو کردیم.
اون جامعه مدنی که تو درست کرده بودی میرفتن آتیش خاموش میکردن، کار آتش نشانی رو انجام میدادن تا اینا معنا پیدا بکنن در تحمیل اراده تو و سیاست های تو به مردم. در این جریان بارش برف این جامعه مدنی پدر سوخته دزد تو که در کرونا سازی برای مردمی که میخواستی به خانه ببری تا تحمیل اراده بکنی بهشون، اینا پول جمع میکردن و ماسک سازی میکردن و ماسک درست میکردن و از خودشون عکس صدور میکردند و در جریان زلزله مختلف چادرهای مختلف میذاشتند و پولهای آنچنانی دریافت میکردن. چرا در این جریان برفی که آمد اینها یکی پارو دستشون نگرفتن کوچه ها رو پارو کنن برای مردم؟ کجا بودن؟ مگه اینا کارشون آتیش خاموش کردن و چه میدونم سگ پاسوخته پیدا کردن و سگ گری گرفته پیدا کردن و مأمن دادن به سگ و گربه و این چیزها نبود؟ حالا چرا این پیرزنایی که نمیتونن نون داشته باشن نمیرن سر صف نونوایی براشون نون بگیرن؟ من شما نمیگید کار مدنی اینه؟ چطور اونجا در راستای تصمیمات دولتی که قرار بود مردم رو به خانه بفرستید، جامعه مدنی می آمد کرونا بازی می کرد و پرستار و پزشک بوگندی می آوردید و پول جمع می کردید؟ اینجا هیچ اراده دولتی نیست در این برف زدگی که جامعه مدنی کاری داشته باشه تا اراده مردم رو نشون بده و این پدر سوخته ها نیستن الان برف پارو کنن، نیستن الان سر صف نونوایی باشن، نیستن الان که به اداره غلات فشار بیارن که کو آرد این مردم. ها؟ کی این فاحشگان رو زد؟ ما بودیم. تو نمیتونی تحمیل ارادت رو بکنی بر فرهنگ تاریخی ما، نمیتونی. با تمام شام مولتیبازی که میکنی نمیتونی. تو توان خلق یک پرسش رو نداشتی با این نخبگانت. فکرم نمی کردی مردمانی رو که میخوای عقیم بکنی جهش میکنن و بر تو مستولی میشه. فکر نمی کردی جریانی به نام آخذ خواهد آمد. هیچ وقت فکر نمی کردی، چون فکر می کردی بر حیات این مردمان چنبره زدی و از آن خود کردی. ما در دیبیت های آینده زوایای مختلف این داستانی را که ما تعقیب کرده ایم بررسی خواهیم کرد. پس ما به این نتیجه رسیدیم انتقاد شما از دین اینه که امروز شما به خاطر جمهوری اسلامی تنفر میکنید از دین، این است که دین جلو پیشرفت شما را گرفته، چون دین پرسشگری را در شما کشته است. این دروغه. دین در سرزمین ما این توان رو نداشته، هیچ وقت نداشته. جمهوری اسلامی رو برات درست میکنن تا تو بپذیری اون تاریخ 2500 ساله‌ای رو که برات درست کردن. همین جمهوری اسلامی امروز با کمک گشت ارشاد، تعزیرات، اماکن، دستگاه امنیتی سپاه، دستگاه امنیتی دولت، نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، آتش به اختیارهای حکومتی، بسیجی ها نتوانست از تحمیل اراده خود بکند به مردمان سرزمین ما. نتوانست. چگونه در این تاریخ اینها توان تحمیل اراده خود رو به مردمان ما داشتن؟ هیچ وقت فرهنگ مردمان ما این گزارش رو نمیده. این دروغه. این ایرانیت دروغه. دروغ مطلقه. پس سپاه تاراجگران خارجی را بشناسید. تمام تریبون به دستهای این سرزمین به نام کرد و ترک و عرب و فارس و حاکمیت و ایرانیت همگی بر ساختگان حکومت و نظام سلطه جهانیت، همگی در راستای عقیم سازی شما و تحمیل اراده حاکمیت آمدند. برای شما جعل هویت کردند، یک هویت بی هویت برای شما ساختند. همونطوری که تا حالا تن ندادید، از این به بعد هم بایستی حضور داشته باشید، تن ندهید و سر این پدر سوخته ها رو بزنید. اینهایی که تحت نام ایران و پتریوتیزم و اسلام و پیشرفت و دانشگاه و اینها به جان شما افتادن، پدر سوخته های
مزدخور حاکمیتن در راستای نابودی شما. اون 5 میلیون تومان حقوقی رو که میگیره به بهای خون شما میگیره. او اگر شما رو به وادی غفلت نفرسته موجودیتی نداره، کارکردی هم نداره. اینا رو سرکوب کنید. این پدر سوخته های جامعه مدنی و احزاب و نخبگان و الیت های برساخته را سرکوب کنید، نابود کنید. حاکمیت میماند و ما، اونم در سرکوب سیاسی، وقت ما در این حوزه حاکمیت رو هم نابود خواهیم کرد. شبتون بخیر.